ولی خب بعد سمتش باشی که بهش برسی. به این این مسیر رو میبینی؟ قلب سبز رو اسپم کنید واسه این جمله‌ای که میخوام بهتون بگم. این مسیر رو میبینی؟ اینجا رو میبینی؟ این مسیر رو، این خیابون این توی اینجا، خب یعنی من اینجا، خب بذار خودم کوچکتر کنم، من اینجا، خب این مسیر زندگی من، هرچی میره جلوتر اینجا کوچکتر میشم، همینجوری میرم جلوتر. خب این مسیر رو آرزو در نظر بگیرید. خب فکر کنید مسیر آرزوات، یعنی تو این آرزوت اینجاست، برسی اینجا میشه آرزوت. خب اینجا وایسی بهش نگاه کنی قشنگ تره یا اینجوری؟ بری سمتش، پام مثلا شکست افتادم زمین، پام میشه دوست دختر رفت داد the fuck کیرت، پام میشه بابام رفت شیر بگیره نگشت کسکش. what the fuck شیر میخواست بگیره، کیرته، پام میشم. thank you for the follow. و اینجا بابام نگشت، پام میشم. هی به کجا مسیر طولانی تر چرا من حس میکنم هیچی ندارم؟ چرا حس میکنم چون از اینجا تا اینجا که میخواستم بیام، از اینجا تا اینجا که از اینجا که حرکت کردم تا اینجا میخواستم بیام، همه اونایی که اسمشون دوست بود، همه اونایی که اسمشون رفیق بود، همشون مادر قهوه و کستن عذاب در اومدن، هیچ کدومشون با هم نیومدن، کیرم میکردن، مسخرم میکردن. واسه این تنها اوکی مهم. ببخشید. چی میگم؟ کل زندگی رو تو کمتر از فکرم 3 دقیقه بهتون توضیح دادم. اگر فکر میکنید زندگی چیز دیگه بجز اینه، نه زندگی ها، ببخشید زندگی نه، مسیر موفقیت، بیشتر فکر کنید. ولی جدی همینه، خدا همینه. تو کشیدم میگم اینا، این خندهایی که میکنم الان خنده داره، تو اون لحظه که این اتفاقایی که اینجا واسه اون تعریف کردم اصلا خنده دارم اصلا.
که هم که میدونید خودش هم که آگاهیشو دارید جدی خیلی خوبه، چون هر چقدر یه کاری درست باشه، یه حرفی درست باشه، تو تا تو مسیرش نباشی، تو خودت انجام ندی، اکسپریانسش خودت نکنی، نمیفهمی. این چی میگم؟ ترنم شاید بخیر قربون. مسیر مهمه یا مقصد؟ 100% مسیر. نه اصلا کل زندگی مسیر، مقصد چه خارکسته یا کل زندگی مسیره. حتی میتونی یعنی بین این دوتا مسیر ها، ولی اصلش الانه، همین الان. همین الان لیچیله. الان شما واقعا نمیدونید چی تو فکر منه. من نیم ساعت این پایین دارم با تخم بازی میکنم، ولی شما اینو نمیدونید. چی میگه؟ بچه‌ها واقعا دوستتون دارم، جدیت دقیقا from the bottom حاجی دارم کچ. من میگم هدفون گوشی ها میگیرم فقط رو بزنم، دارم کچر میشم باشی. نمیخواستم کچر شم باشی، نمیخواستم سر استیم کچر شم. وای Cock gang, love you to death. ستون دارم. حسین مواظب باش، اکسیوکس مواظب باش، عشقم. پرام آوا هستی خانوم. آقا تاجیک مراقبت کنید، دوستتون دارم. پتپن قربونت برم، شبت بخیر، خوب بخوابید. برید با فرکانس خوب، با انرژی خوب بخوابید، با حال خوب. اگه یه درصد هم حالتون فکری گیریه یا نگران فردا یا نگران الان یا نگران بعدنی، کلا بعدنی وجود نداره. الان فکر کنم به خواب باحالی که الان میخواید راحت دیگه بخواید به اون فکر کنید. Love you boys and girls. Good